مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 آگوست سال 2023 از انجام با موفقیت عملیات نجات یک کوهنورد خارجی در کوههای فان در نزدیکی شهر پنجکند در شمال و غرب جمهوری خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده، گروه عبارت از 6 کوهنورد که همشان از لاتویا بودند برای فتح یک قله کوهستان فان عزم کرده بودند، ولی در راه فتح قله یکی از این کوهنوردان توماس پرپولینیس که 50 سال داشت جراحت برداشته است. گمان می‌رفت که بر اثر افتیدن از بلندی پای او شکسته است. برای انجام عملیات نجات و رساندن کمک به کوهنورد خارجی 6 نفر از واحد ویژه نجاتی بخش کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در وادی زرافشان به محل حادثه سفربر کرده شدند. نجات بخشان با کمک تجهیزات کوهنوردی تا به بلندی که این حادثه در آنجا رخ داد بالا شدند و به توماس کمک اولیه رسانیده پایش را بستند و سپس او را پایین فراوردند. بعد فراوردن از قله، کوهنورد مجروح را برای تشخیص و طبابت به بیمارستان مرکزی شهر پنجکند انتقال دادند. در چند هفته آخر این حلقه چهارمین عملیات نجات کوهنوردان خارجی در کوههای تاجیکستان است. در ماه ایول کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از انجام با موفقیت عملیات نجات کوهنوردان از بلاروس، بریتانیای کبیر و روسیه که هنگام فتح قله‌ها در کوههای نویه‌های لخشغنام و ونج گرفتار مشکلی شده بودند خبر داد. تاجیکستان با کوه‌ها و قله‌های سر به فلک خود در جهان شهرت زیاد دارد و هر سال صدها کوهنورد از کشورهای گوناگون با مقصد فتح این قله‌ها به تاجیکستان می‌آیند. کوهنوردی یک بخش عمده ساحه توریسم تاجیکستان به شمار می‌رود.